سلام. بریم در مورد یکی از مباحثی که اوایل سال دهم در فیزیک یاد میگیرید صحبت کنیم که احتمالاً توی امتحان یه سوال ازش میاد و اون هم مدل سازی در فیزیک هستش. بریم ببینیم مدل سازی در فیزیک به چه معنایی هستش. ببینید وقتی که ما داریم پدیده های فیزیکی رو بررسی میکنیم، ما باید این پدیده ها رو در وهله اول بسیار سادهشون میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میایم این پدیده ها رو هم آرمانی میکنیم هم ساده میکنیم. آرمانی و ساده کردن یعنی چی؟ یعنی این که بیایم انقدر این رو ساده بکنیم که فقط چیزهایی که نیاز داریم رو در نظر بگیریم و به این صورت بتونیم یک شرایط شبیه سازی شده تعریف بکنیم که بررسی اون پدیده برای ما خیلی راحت تر باشه. مثلا اگر که با یک ماشین سر و کار داریم، میایم ماشین رو به صورت یک جسم نقطه‌ای در نظرش میگیریم. اگر مثلا یک شرایطی هستش که یک فردی داره یک دراوری رو هل میده، ما میایم اون دراور رو میخوایم پدیده‌ای که داره روش اتفاق میفته نیروهاش رو میخوایم بررسی کنیم، میایم اون دراور رو به صورت یک جسم نقطه‌ای در نظر میگیریم. قسمت دوم میایم نیروهایی که برامون مهم هست رو چیکار میکنیم؟ رسمشون میکنیم. یعنی وقتی که داره نیرو وارد میشه با فلش، با جهت، با خط میایم اون رو رسمش میکنیم. یا اگر نیرو نیستش میخوایم پدیده های دیگه ای رو بررسی بکنیم، میایم اون رو به شکل هندسی ساده سازیش میکنیم اون پدیده رو. و در مرحله آخر از مسائل زائد میایم چیکار میکنیم؟ جزئی صرف نظر میکنیم. یعنی موضوعاتی که خیلی اثری نداره یا اثرش انقدر ناچیزه که میشه صرف نظر کردش، اون نیروها رو میایم ازشون صرف نظر میکنیم. ولی نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که عوامل تعیین کننده خیلی مهمه که باقی بمونن. نمیتونیم از عوامل تعیین کننده صرف نظر کنیم. خب حالا من قلمم رو عوض کنم و بریم سراغ چند تا مثال که با هم مثال ها رو حلش رو کنیم. خب مثال ها چی میتونه باشه؟ مثلا مثل شبیه سازی حرکت توپ در هوا. ببینید وقتی که یک توپ در هوا داره حرکت میکنه چه اتفاقی میفته؟ توپ بسکتبال فرض کنید در اینجا داره چی میشه؟ پرتاب میشه این توپ بسکتبال. خب من بیام قلمم یه ذره درشت‌تر بکنم که بتونم قشنگ توضیح بدم. خب ببینید این توپ بسکتبال داره در هوا پرتاب شده و پرتابش در چه جهتی هستش؟ در این جهت، اینجا نشون داده شده، جهت حرکت توپ هستش. وقتی که این توپ به هوا پرتاب شده چه نیروهایی داره بهش وارد میشه؟ خب یه نیروی اولیه بوده ولی همیشه که همراهش نیستش، الان در وسط مسیره. بنابراین چه نیرویی داره بهش وارد میشه؟ تنها نیرویی که داره بهش وارد میشه نیروی جاذبه زمین هست، خب که به ارتفاع هم بستگی داره. پس نیروی گرانشی وارد بر توپ و قاعدتا به جرم توپ هم بستگی داره. و نیروی دیگه ای که وجود داره نیروی مقاومت هوا و نیروی باد و سایر نیروهایی هستش که باهاش مواجه هستش توپ. اما نکته اینجاست که در مورد توپ میتونیم از نیروی مقاومت هوا صرف نظر بکنیم. چرا؟ چون که اگر که ما از این نیرو صرف نظر بکنیم توپ باز هم به حرکتش ادامه میده. اگر از نیروی هوا یعنی مقاومت هوا صرف نظر بشه اتفاق زیادی برای توپ نمیفته و در برابر جرم توپ و خب اون شتابی که توپ داره این نیرو قابل صرف نظر کردن هستش. اما آیا میتونیم از نیروی گرانشی صرف نظر بکنیم؟ مسلماً خیر، چون که اگر از نیروی گرانشی صرف نظر بکنیم اصلا شکل حرکت توپ زیر سوال میره. بنابراین میایم توپ رو به صورت یک جسم نقطه‌ای در نظر میگیریم که فقط یک نیروی گرانش به توپ وارد میشه و حرکت توپ رو بررسی میکنیم و این به ما جواب درستی میده. خب حالا بریم سراغ یک مثال دیگه که ببینیم مثال دیگه چجوری حل میشه.
مثال بعدی که میخوایم حلش بکنم مثالی هستش که در رابطه با اول قسمت هم بهتون گفتم، یک مثالی هست در رابطه با حرکت یک دراور. وقتی که یک فردی یک دراوری رو داره هل میده چه اتفاقی میفته؟ یک جسم نسبتاً بزرگ هستش، نیروی دستش این دراور رو به سمت جلو هل میده، ولی یک نیروی دیگه هم وجود داره که نیروی استحکاکی هستش که در خلاف جهت، یعنی در خلاف جهت هل دادن این فرد داره وارد میشه به جسم ما. خب چه اتفاقی میفته اینجا؟ ما از کدوم نیرو میتونیم صرف نظر بکنیم؟ از نیرویی نمیتونیم صرف نظر بکنیم. برای شبیه سازی یا برای مدل سازی این پدیده فیزیکی چه کار میتونیم بکنیم؟ جسم به این بزرگی، دراور به این بزرگی رو چه کار میکنیم؟ به صورت یک جسم نقطه‌ای در نظر میگیریم. نیرویی هست که بشه ازش صرف نظر کرد. خب شاید حتی همینجا هم ما بتونیم بگیم که نیروی مقاومت هوایی ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون قابل صرف نظر کردن هست. اما نیروی استحکاک به علت بزرگ بودنش و به علت اینکه حالا بعدها میخونید خیلی متناسب هست با نیرویی که داره وارد میشه، قابل صرف نظر کردن نیست. بنابراین یک نیروی استحکاک به این سمت داره وارد میشه، به شکل هندسی نشون میدیم. یک نیروی دست هست که به این سمت وارد میشه که اینها رو به صورت هندسی نشون میدیم. بنابراین توی این مبحث هل دادن میز نیرویی که ما بتونیم ازش توی این مورد صرف نظر بکنیم وجود نداره. حالا بریم یک مثال دیگر رو دوباره با هم دیگه ببینیم. خب مثال دیگه چی میشه؟ مثال دیگه مثالی هستش که توی کتابتون اومده و به حالت تمرین هم اومده. این مثال چی میگه؟ این مثال میگه که پرتوهای نور رو، من دوباره قلممو بیارم که بتونم در مورد این موضوع صحبت کنم. میاد میگه که یه رنگ دیگه هم بیارم که تنوع باشه. خب میاد چی میگه؟ میاد میگه که یک لیزری داریم. خب حالا این لیزر چطوری ما میتونیم این رو مدل سازیش بکنیم؟ از لیزر میدونیم که چه اتفاقی میفته؟ نور به صورت پرتوهای موازی و متمرکز خارج میشه. بنابراین توی مدل سازی ما میایم از اشکال هندسی استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میایم نور رو به صورت پرتوهای موازی نشون میدیم و این میشه مدل سازی که ما برای پرتوهای نور لیزر انجام میدیم. حالا بیایم یه پدیده فیزیکی دیگر رو در نظر میگیریم. پدیده فیزیکی دیگه در مورد عکس گرفتن از یک درخت هستش. وقتی که از یک درخت داریم عکس میگیریم در اصل لحاظ فیزیکی چه اتفاقی میفته؟ نوری از طرف خورشید به سمت اون درخت میره و اون درخت اون نور رو بازتاب میده به عدسی های دوربین عکاسی و دوربین عکاسی عکس رو ثبت میکنه. پس اگر ما بخوایم پرتوهای نوری رو توی اینجا مدل سازی بکنیم، از اونجایی که فاصله خورشید تا درخت بسیار زیاد هستش، این پرتوهای فرودی میتونن به حالت موازی به ما برسن. یعنی ما در مدل سازی میتونیم در نظر بگیریم با وجود اینکه در ابتدا وقتی که در نقطه خورشید بودن این پرتوها به صورت واگرا بودن، اما وقتی که روی زمین میرسن چی میشن؟ به نزدیک درخت به خاطر فاصله زیاد حالت موازی پیدا میکنن. پس ما اینا رو به صورت پرتوهای فرودی رو به صورت موازی در نظر میگیریم. جسممون هم که این درخت هستش، ولی وقتی که از درخت به دوربین عکاسی میخواد نور بتابه، چون که فاصله کم هستش دیگه پرتوهای بازتابیده تقریبا حالت واگرا دارن و ما باید به این شکل نشون بدیم. این بود موضوع مدل سازی در فیزیک و چند تا مثال در این مورد. اگر سوالی داشتید بپرسید، بهتون پاسخ میدم.